بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، ابو اسحاق البیری رحمت الله علیه در منظومه خود یک چند بیت‌های را ذکر کردند که در آن فایده‌های علم را بیان کردند و طالب علم را نصیحت به غنیمت دانستن فرصت حیات دنیا کردند و به حفظ علم و به روی آوردن به علم ترغیب کردند. در بیت 13 میگویند که یزید بکثرت الانفاق منه و ینقص ان به کفا شددت. علم به سبب سخاوت کردن و نفقه کردن زیاد می شود و وقتی که از نفقه علم انسان خودداری می کند به این سبب علم کم می شود گفتند. و واقعا یکی از سببهای زیاد شدن علم این رسانیدن علم است. خیلی که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که بلغوا عنی ولو آیه، از من یک آیت یعنی یک جمله باشد هم به مردم برسانید. و بعض علما می گفتند که زکات حدیث از 200 حدیث 5 حدیث است، یعنی 200 حدیث که حفظ کردی لااقل 5 حدیث آن را به مردم برسان. و الله تعالی پیغمبر خود را سپارش داد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. ای پیغمبر برای مردم برسان آن چیزی که از جانب الله تعالی به تو نازل شد. بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل، اگر این کار نکردی فما بلغت رسالته، تو رسالت الله نرسانیدگی حساب میشوی. والله یعصمک من الناس، الله تعالی تو را از مردم نگاه میدارد. اگر مقصد انسان از رسانیدن شریعت رازگی الله تعالی باشد و ادای امانت باشد، ترسی از الله باشد، برای آنکه نرسانیدن شریعت گناهی کبیره است، اگر همین خیل باشد الله تعالی او را محافظت میکند. حتی اگر زندان هم شود الله تعالی اون زندان را برای اوش باغ از باغهای جنت میگرداند. خیلی که شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتند که فی الدنیا جنت من لم یدخلها لا یدخل الجنة الاخره. در دنیا یک جنتی هست که کسی که ندراید به جنت آخرت نمیدراید گفتند، یعنی جنت علم و عمل، لذت علم، لذت عبادت، لذت شناختن الله سبحانه و تعالی. یزید بکثرت الانفاق منه، به سبب نفقه کردن علم زیاد میشد گفتند. ببینید نفقه گفتند، تعلیم نگفتند، رسانیدن نگفتند، نفقه گفتند. برای آنکه استاد ما شیخ عبدالمحسن میگویند که شخصی بخیل، آن شخصی که با علم بخیل هست بدتر است از بخیلی با مال. یا آدم صاحب پول و مال است ولی بخیل هست، یا آدم علم دارد ولیکن علم خود را به مردم نمی رساند. علم دارد، او اهل است که به مردم علم دهد لیکن علم خود را تعلیم نمیده، این نه بخیل است. این بخیلی در علم است، آن بخیلی در مال است. با اتفاق علما مذمت بخیلی در علم بزرگتر است از بخیلی در مال گفتند. یعنی گناهی آن شخصی که علم را نمیدهد بزرگتر است از آن شخصی که مال را نمیدهد. علامه ابن القیم در کتاب وابل الصیب گفتند که والسخی قریب من الله تعالی، آدمی که سخی هست، سخاوت دارد، کرم دارد، به مردم نزدیک است، به الله تعالی نزدیک است. برای به هر یک صدقه به الله تعالی نزدیک میشه، چون که والصدقه تطفئ غضب الرب. پیامبر علیه الصلاة و السلام گفتند که صدقه غضب الله تعالی را خاموش میکند.
و وقتی که بنده خیر میکند به خلق الله تعالی هم نزدیک میشود. و این چونین من اهله و قریب من الجنه، شخصی که خیر میکند دست کشاد دارد به اهل و عائلش هم نزدیک میشد. اهل و عائله خویشاونداش هم دوست میدارند و این چونین به جنت هم نزدیک میشود. و بعید من النار، از آتش دوزخ هم دور میشود. اما بخیل چی؟ والبخیل بعید من خلقه، بخیل از خلق الله تعالی دور است. و بعید من الجنه، از جنت هم دور است. قریب من النار، به دوزخ نزدیک است. بعد گفتن که فجود الرجل یحببه الى افضاده، سخاوت مرد را به دشمنانش و آنهایی که ضد او هست محبوب میگرداند. و بخله یبغضه الى اولاده، و اگر مرد شخصی بخیل باشد حتی فرزندانش او را بد میبینند. ببینید جمله بسیار پرمعنا است. ما اینه در بعضی انسان ها دیدیم. یک شیخ بودن بسیار صاحب سخاوت بودن و یک شیخ دیگر علم داشتن، ماتوریدی بودن، این شیخ را بد میدیدن. مقصد بیناشون حسد بود و میگفتن که او سلفی هست، عقیدهش نادرست است. گفته در بدایت طعنه میزدند. بعد روز در حرم نشستیم و برای من همون شیخی که پیشتر طعنه میکردن ستایش کردن. گفتن که به مدرسه ما خیر کرد، به طالب علمایی که در مدرسه میخواندند و مقصد محتاج و کم بغل بودن خیر کرد، قربانی هایش رو در مدرسه میکند. گفته ثنا گفتند که همین سخن ابن القیم به خاطرم میآید که سخاوت مرد را در نزد دشمنانش محبوب میگرداند و بخیلی مرد همین خیلی میکند که فرزندانش او را بد میبینند. یک انسان بود بسیار بخیل بود، بلکه خسیس بود. بخیل آن آدمی که به دیگرها خیر نمیکنه، خسیس آن آدمی که برای خودش هم صرف نمیکند، برای فرزنداش هم صرف نمیکنه. این خسیس است، از بخیل دیده بدتر است. همین مرد یک شب فرزندانش همراهی بعض خویشاوندانش شبانه به قتل میرسونند در حالت خواب بودنش، به یگان جنگ و جنجال، به یگان مثلا نافهمایی، فقط همین خیلی قصد میکنن و در آمده میکشن که از همین وسفید صاف شویم. گفته تا حال به فکرم در زندان هستن، تقریبا 20 سال گذشت. خلاصه وقتی که بخیلی اینقدر مذمت است، اینقدر چیزی بد است، بخیلی در علم بهتر از بخیلی در مال است. و ابن القیم در دوامش یک بیت گفتن که و یظهر عیب المرء فی الناس بخله و یستره عنهم جمیعا سخاؤه. هر یک انسان عیب دارد، لیکن اگر یک انسان دوست دارید عیبش هم در نظرتان کاری خوب می نماید، تعویل میکنید. میگن که و یظهر عیب المرء فی الناس بخله، عیب یک انسان را در نزد مردم بخیلیش آشکار میکند، عیب پنهان شده بخلش به مردم نشان میدهد به جای اینکه پنهان کند. و یستره عنهم جمیعا سخاؤه، تمام عیبهاش سخاوتش میپوشاند. آدم سخی مردم دوست میدارند. و این چونین سخاوت در علم هم بهتر از سخاوت از مال است. خیلی که ابن القیم رحمت الله علیه ذکر کردند. و مثلا بعض انسان ها اگر 1 سوم پرسیده شود 1 سوم میدهند، اگر 1 سوم پرسیده شود 10 تین میدهد. بعض انسان ها شرم میداره برای ندادن، بعض انسان ها نمیدهد مثلا و علاقه به سخاوت نمیدراید. 10 تین دادم سخاوت است. 1 سوم پرسنده پرسید 10 تین داد، یا که 50 تین داد، یا همون 1 سومی پرسیدگیش داد، یا 2 سوم داد، یا 3 سوم داد، یا 10 سوم داد، یا 100 سوم داد. هر چقدر انسان زیاد دهد یا اینکه نپرسیده دهد، حالی نپرسیده است و با فراستش فکر کرد که همین بنده محتاج است، گفته نپرسیده داد.
اینا مرتبهش باز بلندتر است. و همین گونه سخاوت مرتبه ها دارد. همه مرتبه هاش را ابن القیم ذکر کردند و بعد گفتند که بهترین مرتبه سخاوت با علم است گفتند. بعد گفتند که بعضی انسان ها اگر سوال کرده شود فلان عمل آیا جایز است یا جایز نیست یا جایز هست، گفته جواب ده، یا که حرام یا حلال یا فرض یا واجب یا مستحب، گفته یک جمله جواب میدهد. و بعضی انسان ها بله این حرام است برای آنکه الله تعالی گفت، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته یک دو دلیل میبیارد. و بعضی انسان ها تمام اقوالی که در همین مسئله هست همش رو به تفصیل میبیارن، دلیل های دو طرف رو میبیارن، دلیل های کی راجع هست آن را بیان میکنن، دلیلی که مرجوح هست به دلیل های دیگر ها جواب میدهند که بسیار حتی پرسنده از چیزی که پرسید، نه از آن چیزی که پرسید بلکه از دیگر مسئله هایی که یک باره در حواشی و اطرافش جواب دادن خرسند میشد که این در شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه دیده میشد. این نوعی سخاوت گفته ابن القیم رحمت الله علیه به شیخ الاسلام ثنا گفتن. و همین گونه در سوره ضحا هم الله تعالی میگوید که و اما السائل فلا تنهر، اما پرسنده را سرزنش نکن. یعنی الله تعالی به پیامبر صلی الله علیه و سلم چند سپارش داد و چند منع ذکر کرد و گفت که پرسنده را سرزنش نکن. ظاهرش یعنی مردی که آمده از تو پول میپرسد، مال میپرسد، گدایی میکند و این سرزنش نکن. لیکن بعضی علما میگن که من یسأل مسائل شرعیه، یعنی کسی که آمده سوالهای دینی میدهد و اما السائل فلا تنهر، پرسنده را مذمت نکن، سرزنش نکن، جنگ نکن. مقصد آن آدمی که از احکام شریعت میپرسد، شاید نمیداند بیچاره، یعنی نگو که این مسئله عادی هست تو نمیدانی مگر برای چی این مسئله رو بارها میپرسی، گفته سرزنش نکن. یعنی الله تعالی پیامبر علیه السلام و بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم میراث خورانشان را وصیت میکند که پرسنده را سرزنش نکنند. و در اینجا ناظم گفتند که یزید بکثرت الانفاق منه، علم به سبب نفقه کردن زیاد می شود و ینقص این بهی کفن شددت، و هر وقت که کفی خود را محکم کردی یعنی خیر نکردی، علم را به مردم نرسانیدی، علم کم میشه. بنابراین یک قاعده را فراموش نکنید: ما جاء فیه فضل کبیر کان فی التفریط فیه عقوبة شدیده. هر چیزی که فضلش بزرگ باشد مانند رسانیدن علم، همین گونه بی اهمیتی کردن و این وظیفه را اجرا نکردن عقوبتش هم عظیم است، جزاش هم وزنین است. یعنی که چه خیلی که رسانیدن علم مرتبهش بلند باشه، چه خیلی که الله تعالی میگه که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. الله تعالی مرتبه آنهایی که ایمان آوردند و علم دارند میبردارد، درجه های آنها رو بالا میبردارد. این در حق آن آدم هایی که علم گرفتند و طبق تقاضای علم عمل کرده، یعنی به علم عمل کرده و علم رسانیدن. رسانیدن علم هم از جمله عمل کردن به علم است. و این چنین آن آدمی که علم نمیرساند، در سوره بقره الله تعالی میگوید که ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون. آنهایی که آن چیزی که ما نازل کردیم یعنی قرآن و سنت را به مردم نمیرسانند، بعد اینکه فهمیدند، بعد اینکه علم آموختند نمیرسانند، این گونه انسان ها را الله تعالی لعنت میکند و لعنت کننده ها لعنت میکند. نگفت که لعنت کننده ها مسلمان ها یا کافر ها، عموم کافرها هم عالم اسلام را که علم خود را نرسانیده است لعنت میکنه روز قیامت. برای چی؟ برای آنکه میگن که اگر شما علم را میرسانیدید امروز ما اهل دوزخ نمیشدیم. شما علم نرسانیدید، اگر ما را در کوچه ها میافتید، به خانه ها ما می آمدید، ما را دعوت میکردید،
امروز ما دوزخی نمی شدیم. گفته مردم علمدارهایی که علم خود را نرسانیدن آنها را لعنت میکنن. بنابراین گناه شخصی که علم را به مردم نمیرساند خیلی عظیم است. بعد مصنف رحمت الله علیه گفتن که فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم و اجتهدت. اگر از حلوای علم میچشیدی، تعلیم گرفتن علم و تعلیم دادن علم را از همه چیز بالا میدانستی و در این راه سعی و کوشش میکردی. یعنی وقتی که یک انسان در علم، در تعلیم آن و تعلیم دادن آن سعی و کوشش ندارد، حرکت ندارد، بی‌پروایی میکند، این دلالت میکند که این لذت علم را نچشیده است. مصنف میگوید که فلو قد ذقت من حلواه طعما، اگر از حلوای علم یک دهن میچشیدی، تعلیم دادن علم را از همه چیز بالا میدانستی و در این راه کوشش و غیرت میکردی. بنابراین همه چیز از سبب ندانستن میشه. الله تعالی در قرآن کریم سرزنش کرد آنهایی که چیزی قیمت بها را به چیزی پست عوض میکنن. بنابراین کودکای هم الله تعالی یتیم ها را هم گفت که امتحان کنید، اگر آنها به سن تمیز رسند، عقل آنها مکمل شود و آنها صاحب تمیز شوند، یعنی مقصد 100 سوم تیدو 100 سوم به مناسب اگر خرید کرده بیاید، یعنی این شخص علاقه اهل است که برای پول داده شود. آن شخصایی که عقلاشون کامل نیست، 100 سوم تیدو مثلا 5 سوم چیز خریده بیاید، اینها پول دادن ممکن نیست. صاحبان یتیم، ولی یتیم یا پدر و مادر کودک باید به این گونه کودکا پول نتید، برای اینکه آنها نمیداند. آنها هر کس فریب داده پولی کلانش گرفته، چیزی معده دادنش ممکن است. بنابراین هر آدمی که دنیا را با آخرت عوض کند، اونم بی عقل است. گفتم حتی اگر سرور دولت باشد، اگر آخرتش به دنیا عوض کند او بی عقل است. برای اینکه ولنصیفها علی رأسها خیر من الدنیا و ما فیها. یک روی مالچه خورد، روی مال کلان نه. ولنصیفها علی رأسها، یک روی مالچه خورده که زنک حور در جنت بر سرش میبندد، خیر من الدنیا و ما فیها، از دنیا و از آن چیزی که در دنیا هست قیمت است. در زمان سیوز بود، یک زنی بای بود از شهرهای ما، از زمان اون وقت اخبار روسی وریمی نام داشت، از همون برآمد کرد، یک شوبش گفته بود که این شوبه هم $10,000 میستد. گفته اون وقتا یک خانه 3 خانگی $300 بود. یک خانه 3 خانگی $300 بود. میگم این شوبی من $10,000 است. گفته از مسکو برآمد کرده بود، یک زنکی بای بود. مقصد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که ولنصیفها علی رأسها، یه روی مالچه‌ای که زنک حرور دارد از تمام مال و ملک دنیا قیمت است. ببینید در بعضی جاها یک کوادرات زمین مثلا $50,000-60,000 است، یک کوادرات. بعد در بعضی جاها یک ساتقش، در بعضی جاها یک هکتارش $100 است مثلا. لیکن عموم زمین، عموم کنز دنیا، این مال و ملک طلای و نقره و مالی که در این دنیا هست، اینا عددش الله تعالی میده. یک روی مالچه زنه که حور از دنیا قیمت میستد. گفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم، یعنی این دنیا قدر و قیمت ندارد. اگر هم قدر آخرت به همین دنیا کسی عوض کنه و عقل ندارد. برای اون که عقل میداشت آخرت ابدی را به دنیای دو روزه عوض نمیکرد. بنابراین الله تعالی چنین شخصیت ها رو در قرآن مذمت کرد. اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. شما گفت چیزی پس رو به چیزی بزرگ عوض میکنید. به این گونه مردم الله تعالی من و سلوا داده بود. من، بعضی ها میگن که حلوا هست، بعضی ها میگن که هر یک طعامی خوش لذت است.
اما سلوا یک پرنده هست که بسیار گوشتش خوشمزه هست. یعنی الله تعالی بعضی گفتن که منش نان است، گفتن نان خوشمزه، نان و گوشتی پرنده برای آنها میدادن. بعد اینها طلب کردن از الله تعالی که از حضرت موسی گفتن که پروردگار تو پرس برای ما نخود و لوبیا و پیاز و سرپیاز و همه چیزها را طلب کردن. با الله تعالی گفت که اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، شما چیزی بر عوض چیزی بزرگ، چیزی پست را از الله تعالی میپرسید. بنابراین کسی خیلی که مصنف گفتن که اگر تو طعم علم رو میچشیدی هیچگاه از علم چیزی رو بالا نمیدانستی. گفتن بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی که در صحیح بخاری و مسلم از حدیث معاویه رضی الله عنه ثابت است، گفتن که من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین، الله تعالی به کسی نیکی را خواهد او را در دین فقیه میگرداند، یعنی عالم میگرداند. حتی وقتی که شما روی به طلب علم آوردید و حرف میخوانید یا در مجلس علم نشستید، اینم علامت دوست داشتن الله تعالی هست. من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین، الله تعالی به کسی خواهد نیکی را خواهد او را در دین فقیه میگرداند. این علامت نیکی خواستن الله تعالی به بنده است. لیکن اگر وقتی که بنده بیند که از علم دور شده ایستاده است، یعنی میتواند از این حدیث خلاصه برآورد که الله تعالی او را نیکی نخواسته است برای او، برای چی؟ از علم دور شده ایستاده است. و شیخ الاسلام رحمت الله علیه چندین علما ذکر کردند که اگر یگان فهم مسئله برایشان دشوار شود، یا معلم ابراهیم علمنی یا مفهم سلیمان فهمنی، ای معلم ابراهیم به من علم ده، ای ذاتی که به سلیمان فهم داده به من فهم ده، گفته دعا میکردن. بعضار در کتاب الاعلام العلی فی مناقب ابن تیمیه میگن که شیخ الاسلام رحمت الله علیه میگفتن که من در یک آیت زیاده از 100 تفسیر را میخوانم. با وجود همین بعد اینکه 100 تفسیر را خواندن، به بعضی مسجدهای اطراف دمشق برآمده در نصف شب نماز میگذاشتند و بعد میگفتند که یا معلم ابراهیم علمنی یا مفهم سلیمان فهمنی، چون که این علم این گنج است، این کنز است، این الله تعالی به هر کی نمیدهد. بنابراین میپرسیدند و اگر یگان مسئله هم برایشان دشوار شود 1000 مرتبه استغفر الله و اتوب الیه میگفتند. برای چی؟ من این مسئله را نفهمیدم گفته. و وقتی که انسان کمک علم گوش کند یا کمک علم خواند و ملال آید، بعد باز به تماشای دیگر چیزها گذرد، باز به دیگر چیزها گذرد، تعلیم علم یک چیز ماند، این دلالت میکند که این بنده یگان گناهی کرده است که الله تعالی وی را از علم محروم کرده ایستاده است. و ببینید سفیان ثوری میگن که اذنبت ذنبا فحرمت قیام اللیل 6 اشهر، من یک گناه کردم و 6 ماه از قیام اللیل محروم شدم. 6 ماه نتونستم نماز تهجد خونده. میخیزم گفته نیت میکنید نمیتونید خسته. هر روزی که نتونستید شما از این قدر کنز و از این قدر نعمت عظیم محروم شدید. این دلالت میکند که یگان گناه کردید که الله تعالی شما را از این دور کرد. از قیام اللیل دیده علم بهتر است. تعلیم علم، تعلیم گرفتن علم، آموختن علم، نشستن به مجلس علم بزرگترین عبادت است. اگر از درس ماندید، از دست محروم شدید، این مصیبتی در دین است. لا تجعل مصیبتنا فی دیننا. پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کرده میگفتن که پروردگارا مصیبتی ما را در دین ما نگردان. این دلالت میکند که از مصیبت راهی خلاصی نیست. مصیبت خواهید نخواهید میبیاد. نگفتن که مطلقا به من مصیبت نته، نگفتن، بلکه اشد الناس بلاء الانبیاء، بزرگترین مردم از روی مصیبت و بلا این پیغمبرها هست. گفتن و قدر دینش انسان به مصیبت گرفتار میشد. از مصیبت دنیا، طبیعت دنیا مصیبت است. لقد خلقنا الانسان فی کبد،
هر روز یک مصیبتی نو است. یک برادر سالهای 2018 یک نزدیکی ما میپرسد که چی گپ داملا یگون نویگری هست؟ میگم که برو آمدم با آزادی. میگه 2 سال این جانب اکنون یک خبری خوش شنیدم. میگه هر سحر یک خبری بد، یک خبری بد، یک خبری بد. من در خاطر ندارم که در همین مدت 2 سال یگان خبری خوش شنیده باشم. گفته است یعنی دنیا همین خیلی است. من خیزید یک مصیبتی نو. هر روز یک در دنیا یک مشکلی، یک مصیبت. یعنی از این مصیبت ها این سنت حیات دنیا هست، آمدنی هست. عقیده انسان مستحکم که شد، اصلا این مصیبت ها خیر است. شاید دیرتر میفهمیم حکمتش را، بله امروز طبع انسان خیره میشد. بنابراین وقتی که حضرت عایشه رضی الله عنها دیدن که پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی که چراغ خانهشان خاموش شد، انا لله و انا الیه راجعون گفتن، دعای مصیبت. و حضرت عایشه گفتن که یا رسول الله مگر این دعای مصیبت نیست؟ مقصد برای مردگان گفته نمیشه یک آدم وفات کند؟ گفتن که نه، هر چیزی که طبیعت مسلمان را خیره میکنه در مصیبت است. هر خبری ناخوش، هر چیزی که طبیعت شما را خیره میکنه و مصیبت است. وظیفه دار است مسلمان که الحمدلله گوید وقتی که شنید مصیبت را، یکم کلمه، بعد انا لله و انا الیه راجعون، بعد اللهم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منها. پروردگار به این مصیبتی من اجر ده برای من، و اخلف لی خیرا منها، برای من عوضی بهتر ده. از این دیدن چیزی که میگیری به عوضش عوضی بهتر ده. پیامبر علیه الصلاة والسلام میگه الا اخلفه الله خیرا منه، مگر اگر همین دعای گفت الله تعالی از مصیبتش عوضی نیک میدهد. گفتن لیکن گفتن که لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، مصیبتی ما را در دین ما نگردان. گفتن نماز قضا کردید این مصیبتی در دین است، گناه کردید این مصیبتی در دین است. حضرت علی میگفتن که کل یوم لا نعصی الله فیه فهو لنا عید، هر روزی که در آن روز الله تعالی را گناه نمی کنیم آن روز برای ما عید است. بیگاه یک دفتر گیرید کنی بینید امروز گناه کردید یا نکردید، امروز چی کارهای خیر کردید، تهجد خواندید، بامداد را در جماعت خواندید، مردم اهل خانه‌تان را به نماز تهجد بیدار کردید، ذکر پگاهی را کردید، نماز ضحی خواندید، نماز یاری پرسیدید، تعلیم علم گرفتید، قرآن قرائت کردید، به نزد استاد رفته سپاریدید، حفظ حدیث کردید، خیر و سخاوت کردید، همشه بینید به فرزندان به تربیه آنها اهمیت دادید، چند گناه کردید، بیگاه یک حساب و کتاب کنید. اگر کل یوم لا نعصی الله فهو لنا فیه عید، واقعا سخنی بزرگ است. آن روزی که گناه نکردیم برای ما عید است. گفتن بعضی ها همین سخنی حضرت علی نادرست تعویل کرده گفتن که هر روزتان نوروز باد گفتیان. این خیلی نگفتن. هر روزی که عید همان، یعنی عید کی عید است؟ عید همان روزی که گناه نکردیم عید است. ها برایشان شاید برای بزرگان هر روزشان عید بود، برای چه گناه نمی کردن مگر آن گناه های صغیره که از این نماز تا این نماز خودش بدون استغفار و توبه محو میکند. گناه های هست که بدون استغفار و توبه محو می شود. از صلوات الخمس 5 وقت نماز، آن گناه هایی که بین خودش میشد مغفرت میکند، محو میکند. گناه های صغیره، یعنی این خیلی گناه ها از انسان صادر میشد، لیکن گناه کبیره یا گناه عظیم کی کرد اون علاقه مصیبتی در دین است. بنابراین مصنف گفتن که اگر تو طعم علم را میچشیدی، واقعا این علم طعم دارد، ایمان طعم دارد، لذت دارد. اگر این طعم را تو میچشیدی، یگان چیز را
از علم و از آموختن آن بالا نمیدانست. بعد مصنف رحمت الله علیه گفتند که ولم یشغل که عنه هوا مطاع ولا دنیا بزخرفها فتنت. اگر تو طعم علم را میچشیدی، از حلوایش یک ناله می نوشیدی یا می خوردی، تو را هوای اطاعت کننده، هوایی که مطاع هست، اطاعت شونده هست، مشغول نمیکرد. هوا خواهش نفس است. نفس انسانیت چه ها را نمیخواهد. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که حفت النار بالشهوات، دوزخ با چیزهایی که نفس انسانیت او را شهوت دارد، خواهش دارد، اشتها دارد، به آن چیزها پیچانیده شده است. و حفت الجنة بالمکاره، جنت با چیزهای بد پیچانیده شده است. دوزخ با چیزهای یکی نفس انسانیت، این النفس لاماره بالسوء. الله تعالی میگه که نفس انسانیت، طبیعت نفس انسانیت امر کننده به کاری بد است. خیلی که حضرت یوسف علیه السلام گفتن که و ما ابرئ نفسی، یعنی من با این سخن نفس خودم را پاک نمیگم، خودم را سفید کردنی نیستم. این النفس لاماره بالسوء، نفس انسانیت امر کننده به کاری بد است. الا ما رحم ربی، غیر آن نفسی که الله هم پروردگارم اون نفس را رحم کرده است، اون نفس ها به کاری بد امر نمی کند. بعضی مفسران میگن که این سخن یوسف است، بعضی میگن که این سخن زلیخا هست. مقصد زلیخا این النفس لاماره بالسوء، این سخن زلیخا است. والله اعلم سخن قول صحیح سخن یوسف شاید باشد، لیکن هر دو قول محتمل است. نفس انسانیت کارهای گناه را میخواهد، راحت را میخواهد، زنها را میخواهد، مال و ملک دنیا را میخواهد، مشقت را نمیخواهد، عذاب کشیدن را نمیخواهد، راحت را میخواهد. ولم یشغلک عنه هوا مطاع، اگر تو حلوای علم را میچشیدی، طعم حلوای علم، مزه و لذت علم را میچشیدی، تو را این هوایی که اطاعت کرده میشود مشغول نمیکرد. هوا از کلمه هوا یهوی گرفته شده است، معناش پرتافتن. برای چی؟ برای آنکه صاحبش را به آتش دوزخ میپرتاید. هوا بالاخره هوا چقوری را میگویند، هویون چقوری، هوا پرتافتن. یعنی تو رو هوای نفسی که اطاعت شده ایستاده است از جانب تو مشغول نمیکرد. ولا دنیا بزخرفها فتنت، اگر تو طعم علم را میچشیدی به زیب و زینت دنیا مفتون نمیشدی، یعنی فریب خورده نمیشدی، گرفتاری محبت دنیا نمیشدی. یعنی شریعت ترک دنیا را توصیه نمیدهد، بلکه ولا تنس نصیبک من الدنیا، از دنیا نصیبت را فراموش نکن. گفتم فقط که محبت پول و مال از محبت علم و دین بالا نیستد. بله، برای این دین مقدس اسلام دو طایفه مردم خدمت کردگی هستند: صاحبان علم، صاحبان مال. صاحبان مال مسجد ها ساختند، مدرسه ها ساختند، طالب علم ها را دستگیری کردند، کتاب چاپ کردند، یا هر چیزی که برای پیشروی دین مقدس اسلام، حتی برای جهاد هم پول لازم بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم در جنگ تبوک بالای منبر برآمدند، گفتند که امروز مسلمان ها برای پول و مال در این جنگ که با بزرگترین امپری دنیا با ریم جنگ دارد، حاجت به پول و مال دارد. کی مسلمان ها را دستگیری میکند مکافات وی جنت است. حضرت عثمان خستن از جایشان، گفتند که 1000 شتر از جانب من یا رسول الله. بعد با منبری دویم فرو آمدند، گشت سخنشان را تکرار کردند که حضرت عثمان رضی الله عنه
باز از جاشان خستن و هزار شطوری دیگر از من یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. وقتی که منبر سیوم فرآمدند، زینه سیوم منبر فرآمده، باز سخنشان را تکرار کردند. امروز اسلام به پول و مال حاجت دارد، کی دستگیری نصرت اسلام میکند مکافاتش جنت است. یک مراتبه وقتی که یاردم کرد سزاوار جنت شده بود، لیکن بار سیوم از جا خستن حضرت عثمان. یا رسول الله هزار شطور دیگر از من است. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. بعد امروز اگر رفت عثمان گناه کندم دیگه ضرر نمیکند. گفتم یعنی دینی مقدس اسلام با سخاوت سخیها و علمدارها پیش رفت. حضرت خدیجه تمام تجارت و مال و ملک خود را در راه این دینی مقدس اسلام خیر کردند. حضرت ابوبکر تمام پول و مال خود را خیر کردند. اینچنین حضرت عثمان میلیاردر بودند، میلیونر نه. فضیلت تجارت یک جمعه داریم من پولی خیلی از صحابه ها رو به دلار گردانیده بودم. عثمان میلیاردر بودند، زبیر ابن عوام 10 یاران بهشتی میلیاردر بودند. بسیار صحابه ها صاحب پول و مال، زبیر بسیار پولی کلان داشتند، طلحه صاحب پولای بزرگ بودند از 10 یاران بهشتی. اینها برای این دین مقدس اسلام خیر کردند، لیکن پول و مال آنها را از جهاد و از طلب علم و از نماز شب و از نماز جماعت و از محبت رسول الله، از محبت مسجد آنها را نداشت. بنابراین بعض علما گفتند که از نماز نافله دیده ایستاد تجارتی نافله فایدهش بزرگ است، ثوابش عظیم است. برای چی؟ علل خصوص برای آن آدمی که با نیتی خدمت به این دینی مقدس اسلام تجارت میکنه. برای اینکه یک انسان به 10 سوم سر میشه، اگر فقط همین ریسک خودتون فکر کنید 10 سوم 5 سوم کدی سر میشید. لیکن تجارتی عظیم، مهنتی زیاد برای چی لازم؟ مقصد برای دستگیری اسلام باشد. ثواب این آدم از آن آدمی که نمازهای تهجد و نمازهای نافله روزانه میخواند به جای مشغول شدن به تجارت، از او دیده بهتر هستند. برای چی؟ برای اینکه فایده آدمی که تجارت میکند و به اسلام خدمت میکند متعدی هست، به دیگرها میرسد. اما فایده آن آدمی که نماز میخواند فقط برای خودش هست. بنابراین هر عبادتی که فایدهش به دیگرها میگذرد، فایدهش عمومی هست، ثواب وی بزرگتر است از آن عبادتی که فایدهش خاص برای یک آدم است. ولا دنیا بزخرفها فتنت، به زیب و زینت دنیا مفتون نمی شدی. ولا الهاک عنه عنیق روض ولا خضر بربربه کلفت. اگر طعم علم را می چشیدی، مزه حلوای علم را می چشیدی، تو را باغهای زیبا، باغهای این دنیا، رنگ و روی باغهای سبز و منوری دنیا تو را مشغول نمیکرد. ولا خضر بربربه کلفت. خضر یعنی زنهای زیبا. بربربه اصلا ربرب گفته پاده گاوها را میگویند، گاوهای وحشی را میگویند. اینجا زنهای زیبا را به پاده گاوهای وحشی مانند کردند. یعنی دخترهای زیبای زیاد تو را مشغول نمیکرد. اگر طعم علم را میچشیدی، از قفای زیب و زینت دنیا که یکی از زیب و زینت این دنیا دختران و زنهای زیبای این دنیا هست، اینها توی مشغول نمیکرد. گفتم ببینید اگر انسان یک عاشق یک دختر شود، دیگه نه محبت پدر و مادر، نه اطاعت آنها، نه احترام استاد، نه مسجد، نه نماز، دیگه همه چی یک طرف میگذارد. مصنف میگه که اگر تو از حلوای علم میچشیدی، طعم علم را میچشیدی، قدر علم را میدانستی، از پس این دخترهای دنیا و از پس زیب و زینت دنیا مشغول نمیشدی. بنابراین
شیخ عبدالفتاح ابو غده رحمت الله علیه یک کتاب نوشتن، گفتن که العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج. عالم های عزاب، عزاب یعنی آن جوانی که زن ندارد یا دختری که شوهر ندارد، همه های عرب ها عزاب میگوین. مردم ما به زبان ازبکی یگیت میگن. علماء العزاب، عالم های جوان، مقصد زن نگرفتن تا آخر عمرشونه، آن شخصیت هایی که علم را از نکاح اولاد دانستند. گفته 20 نفر از عالم هایی که در حیاتشون زن نگرفتن تاریخ آنها را گفتن. مشهورترین آنها ابو جعفر طبری را ذکر کردن، صاحب تفسیر، امام المفسرین، لقبشان امام مفسرها، صاحب کتاب تاریخی مشهور اینچنین، و امام نووی و امام زمخشری معتزلی. اینچنین از همه مشهورترین آنها شیخ الاسلام احمد ابن تیمیه قدس الله روحه و طیب ثراه بسیارتر در تعریف و توصیف شیخ الاسلام استاده گذاشتند، سخنهای امام ذهبی را نقل کردند. و 17ام شخصی که ذکر کردند شیخ الاسلام رحمت الله علیه بود، و در 20مین شخص یک زنی را ذکر کردند که در مکه زندگانی کرده است تا آخر عمر شوهر نکرده است. یعنی اینها سبب علم، سبب زن نگرفتنشان، خانه‌دار نشدنشان غلبه کردن محبت علم بود. بودند شخصیت هایی که خانه‌دار نشدن لیکن سببش این نبود، دیگر سبب ها بود. واقعا بعضی ها وقتی سوال میدهند، آخر بعضی ها شیخ الاسلام و امام نووی و اینها رو به خودشان قیاس میکنن. این خیلی زن نگرفتن، یا استاد ما شیخ شنقیطی وقتی که میگوییم آه چه زن نگرفت بیمار است، همین خیلی سخنهای بیجا میگن، اینا از خودشان قیاس میگیرن. او حضرت مولانا در مثنویش یک حکایه نقل میکند که یک آدم تاجر بود است، در دکانش یک طوطی دارد. طوطی همراهی خریدارها سخن میکند، طبیعت خریدارها را خرسند میکند. آنها با طوطی آمده چخچق میکردند، نرخهای بارها را میگفت. روزی یک شیشه که روغن داشت و بالاش کشادگی بود، در بالای یک میز میماند و با کدام کارش مشغول میشد که طوطی آمده بر بالای شیشه میشند که شیشه میافتد و روغن میریزد. بعد صاحبش آبی جوش رو از بالای سری طوطی میریزد که مویش میریزد، فقط همین سرش کال میشد، دیگه پوستش میسوزد، پوستی نمایان. بعد طوطی دیگر از سخن گفتن باز میماند، دیگه تعب طوطی دیگه خیره میشد. چندین وقت با یگان کس حرفی نمیزد. ناگاه میگوید یک روز به دکان یک شخصی کل در آمد. طوطی اندر گفت آمد آن زمان. میگن طوطی آدم کل دید و سخن در آمد، گفت که تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ توی هم گفته است از روغن، از شیشه مقصد روغن ریزانیدی؟ مقصد صاحبت بعد بر بالایت آبی جوش رو ریخت. گفته فکر کرده است، از قیاسش خنده آمد خلق را. میگن چونکه وی هر کله میدید فکر میکرد که وی هم از همین روغن، از شیشه روغن ریخته است. گفته فکر میکرد. بنابراین بسیار مردم از خودشان قیاس میگیرن. او بعد من میگم که تو اگر کتابی مثلا منهاج السنه را خوان یا کتابی الصارم المسلول شیخ الاسلام خوان، بعد میفهمی که شیخ الاسلام وقتی که صارم المسلول را می نوشتند، اون علاوه به خدا میبینید اون علاو، اون آتش، اون گرمی،
اون حرارت شیخ الاسلام شما میخوانید و حس میکنید که این مردک خیلی در همین حالت کتاب نوشته ایستاده است. همین خیلی کتاب در وقتی کم می نویسن با همین خیلی سراسیمگی به همون قاضی هایی که کسی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم را حقارت کردند و آنها را به جایی که قتل کنند حکم عوف دادند، برای همون قاضی ها نوشتن اصلش این کتابه. صارم المسلول، شمشیری که از غلاف گرفته شده است و زهرآلود است، علی شاتم الرسول، بر حقارت کننده پیغمبر صلی الله علیه و سلم. او غضبشان آمد وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم را تحقیر میکند، دشنام میدهد. اون سخنهایی که شیخ الاسلام در اون کتاب و در دیگر کتابهاشان گفتن واقعا غیرت در دین الله تعالی، غضب در راه الله تعالی، اینها عبادت است. خلاصه در همین حالتی که شیخ الاسلام کتاب نوشته ایستادیان، یک انسان به نزدشان مثلا در آمد و حضرت گفت دختری من بخوان گرید، خاندار میشن؟ همین وقت نمیشن. در 7 بار در زندان نشستن، در سفرها بودن. یعنی همه وقت من میگفتم که همه وقت همون حالتی که در کتاب صارم المسلول دیدم، همین حالت من در حیات شیخ الاسلام تصور میکنم. همه وقت مشغول علم، مشغول جهاد، با تتر جنگ کردن، مغول ها، یعنی تتار میگن عرب ها، و بعضی ها چنگیز میگن، یعنی نسبتا به سرلشکری مغول ها، و بعضی ها تتار میگن، بعضی ها مغول میگن. همش همون یک گروه هست، مردمی مغول هست، فرزندان چنگیز خان است که بعضی در زمانهای نبیره هایش به دمشق آمده بودن که شیخ الاسلام در سن 29 سالگیشان همراهی آنها جهاد کردند. یعنی این حیات شیخ الاسلام رحمت الله علیه در جوش و خروش و در اجتهاد و در خدمت این دین مقدس اسلام بودن، بنابراین امکانیت پیدا نکردن و نکاح سنت است، یعنی کارهای فرض را اجرا میکردن. یعنی این معنی اینا ندارد که خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه و سلم، بهترین راه و روش پیامبر صلی الله علیه و سلم است. پیامبر صلی الله علیه و سلم خانه‌دار شدند. بله، من همین روز یک چیز فکر کردم برادرها، ما اگر مثل شیخ الاسلام نشویم، مثل امام نووی نشویم، لیکن اقلا از حرام کرده های الله تعالی دور استیم، بگذار 4 زن گیرید، حلال است، لیکن از حرام دور استید. او شیخ الاسلام از حلال زهد کردن. بنابراین شب سخن زملکانی را خواندم. زملکانی اشعری هست. انشاءالله در نظر از درباره شیخ الاسلام یا صحبتی مکمل یا چند صحبتی مکمل کردنی هستیم. بسیار سوال ها و طلب های و درخواست ها از جانبی تماشابینا آمده است. از روزی تولدشان تا روزی وفاتشان بیان کنیم. شب ناگاه سخن زملکانی را خواندم. زملکانی اشعری هست. اون ثنایی که به شیخ الاسلام میگه، حتی سبکیه که مثلا اشعری بسیار ضد شیخ الاسلام بود، لیکن سخن از زبان دشمن ها دیگر است. الفضل ما شهید به الاعداء، فضیلت حقیقی آن فضیلتی که دشمن اگر شما را تعریف کند، نه دوست تعریف میکند. دوست تعریف کردنش عجب نیست، عجب در آن است که دشمن انسان را تعریف کند. بنابراین شیخ الاسلام رحمت الله علیه را تمام علمای مذاهب، از حنفی ها، مالکی ها، شافعی ها، از حنبلی ها، از اشعری ها، از ماتوریدی ها، از صوفی ها، همه تعریف کردگی هستند. بنابراین برادرای عزیز، مصنف رحمت الله علیه گفتند که اگر طعم علم را و لذت علم را می چشیدی، تو را هوای نفست و زیب و زینت این دنیا و زنهای زیبای این دنیا تو را از علم مشغول نمی کرد. گفتن بعد از آن گفتن که فقوت الروح ارواح المعانی و لیس بان طعمت و ان شربت. قوت روح، قوتون یعنی چیزی که انسان از وی قوت میگیرد، رزق، طعام. قوت روح ارواح المعانی، قوت روح یعنی غذای روح،
غذای معنوی هست. ولیس بان طعمت و ان شربت. غذای روح اینه که طعام خوری و شراب نوشی. یگان طعام این است که همون طعام خورید و الله تعالی خوب شناسید. یگان شراب این است که باید شراب نوشید و تقواتون زیاد شود. انسان از دو چیز آفریده شده است. الله تعالی گفت که فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین در سوره حجر. اگر من انسان را آفرم، شکلش مکمل شد، اعضاهاش بطون مکمل که شد، بعد اینکه اعضاهاش مکمل شد و نفخت فیه من روحی، از روح خودم برای او اگر جان پوف کنم، فقعوا له ساجدین، سپس شما به آدم سجده کنید. گفت فرشته ها را امر کرد بعد اینکه روح می درآید سجده کنید. حضرت آدم را الله تعالی آفرید، چند وقت به روح ایستاده نمیخواد. بعد از آن الله تعالی روح داد. جنسی جسمانی آدم علیه السلام از زمین بود. ملک الموت فرامده از زمین، از روی خاکهای سفید و سرخ و سیاه و از تمام نوع خاکها برد و بنابراین حضرت آدم از کلمه ادیمون پوست گرفته شده است. معناش از پوست، از روی زمین خاک گرفته شده است و برای همین هم فرزنداشون رنگ و روحاشون گوناگون است. برای آکی رنگ و روحهای خاک هم گوناگون است. خاکهای سیاه است، واقعا خاکی سفید است، خاکی زرد است، خاکی خیره رنگ است، تیره رنگ و لای رنگ. خلاصه از همه نوع خاک ها برد. بعد الله تعالی حضرت آدم علیه السلام را ساخت. یعنی این جسمشان بود و وقتی که گفت از روح خودم جان دادم، بعد شما سجده کنید. بنابراین انسان هر طعامی که میخورد، شرابی که میخورد، لباسی که میپوشد، خانه‌ای که در آن زندگی میکند، همش از جنس زمین است. کرته‌هاتان پخته هست مثلا، یا مثلا بگذار پشمی حیوان ها باشد، از زمین است. آنها از زمین گیاه میخورند، میروید میخورند و در نتیجه موی آنها میسبزد. این چنین پخته و دیگر محصولات و نباتات هم از زمین میسبزد. تمام اون چیزی که انسان میخورد و مینوشد اصلش از زمین است. لیکن روح انسان، غذای روحی را از کجا میگیرد؟ از آسمان. قرآن، سنت و این چنین عبادت الله سبحانه و تعالی. روح انسان از آسمان قوت میگیرد، نه از زمین. فقوت الروح ارواح المعانی، یعنی گفتن غذای روح این غذای معنوی هست. ولیس بان طعمت و ان شربت، این نیست که تو طعام خوری و شراب نوشی و روح تو غذا گیرد. فواظبه و خذ بالجد فیه. پس مادامی که اینقدر قدر علم را، فضیلت علم را دانستی، فواظبه، بردوام باش در طلب علم و در تعلیم دادن علم. همیشه با علم مشغول باش. امام احمد دیدن که در دستشان دفتر و قلم است، گفتن که علامت یا امام، تا کی شما با قلم و با رنگ و با دفتر میگردید؟ گفتن که تا آن دمی که اولین قدم خود را به جنت نگذارم. گفتن یعنی تا وقتی مرگ علم می آموزیم. فواظبه و خذ بالجد فیه. بعضی گفتن که فواظبه این جمله باید فواظب علی العلم میشد، یعنی خیلی در لغت شناخته نشده است، دانسته نشده است، نه در آثار ادبا آمده است که فواظبه گفته باشند. یعنی لیکن معنایش، یعنی معناش فهما هست. فواظبه یعنی بردوام طلب علم کن و به مردم علم ده و خود بالجد فیه، در مسئله علم گرفتن و علم دادن جدی باش. فإن اعطاکه الله اخذته، وقتی که الله تعالی به تو علم داد بعد علم را بگیر، یعنی آموز و دیگرها تعلیم ده. و این اوتیت فیه طول باع و قال الناس انک قد سبقت. اگر در علم طول باع داده شوی، علمی وسیع داده شوی، الله تعالی بعد اینکه مهنت کردی، وقتهای زیاد صرف کردی،
برایت علمی وسیع دهد. و قال الناس انک قد سبقت، مردم گفتن که تو همه رو گذشتی، یعنی علمی زیاد گرفتی، از فلانی ها گذشتی. گویند یا در بعض نسخه ها و قال الناس انک قد سبقت از آن شما هم و قال الناس انک قد علمت. در بعض نسخه هم است که مردم میگن که تو علم گرفتی، یعنی که تو علم داری. گفته مردم به علمت ثنا گویند. فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبیخ علمت فهل عملت. وقتی که علمی وسیع داده شدی، مردم به علمی تو ثنا گفتند، در مجلس ها، در بین خودشان، هر جایی که مردم نشستند به علمی تو ثنا گفتند و در رویت هم تعریف کردند. فلا تأمن سؤال الله عنه، در این حالت از سؤال الله تعالی در امنیت مباش. بتوبیخ علمت فهل عملت، الله تعالی تو رو میپرسد که علم داده شدی، علم گرفتی، آیا عمل کردی؟ گفته الله تعالی تو رو میپرسد. و بدترین تمثیلم الله تعالی به عالمانی که به علم عمل نمیکنن با آنها زده است. بهترین مثال هم به عالم ها زده است. بهترین انسان ها بعد پیغمبرها عالمان هستند و بدترین انسان ها اگر به علم عمل نکنن با عالم ها هستند. بنابراین الله تعالی در سوره جمعه میگوید که مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. مثال آنهایی که تورات داده شدند، منظور کتابی با آسمانی داده شدند، علم شریعت داده شدند، ثم لم يحملوها، ثانی به آن علم عمل نکردند، مانند خر است که در بالاش کتاب ها برداشته است. بر بالای خر اگر کتاب های مجموع الفتاوی شیخ الاسلام، صحیح بخاری و فتح الباری و محلا ابن حزم ظاهری، تمهید ابن عبدالبر بار کنید، او چی میفهمد؟ شیخ سعدی عیناً همین آیت به نظم کشیده، میگن که علم هر چند بیشتر خوانی، چون عمل در تو نیست نادانی، نه محقق بود نه دانشمند، چارپای برو کتاب چند. در اسلوبی سخنرانی عربی و اینچنین در زبان فارسی هم خیلی که سعدی نقل میکنه آمده است که مردم کلمه خر را به زبان تلفظ نمیکردن. حتی استادان ما اگر الحمار گن اکرمکم الله میگفتن در درسا، الله تعالی شما را اکرام کند میگفتن. مقصد سخنی بیزیب را در درس ذکر کردیم گفته. نامش هم گوشخراش است و الله تعالی آوازش هم در قرآن کریم مثال آورده بود. در سوره لقمان حضرت لقمان به بچه‌شان نصیحت کردند که آوازت بلند نکن، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، هر آینه بسیار آوازی بلندی گوش خراش این آواز خر است گفتن. و نه محقق بود نه دانشمند، چارپای برو کتابی چند. چارپا اصلش چند حیوان ها به ضمن این کلمه میداره، لیکن مراد از کلمه چارپا خر است. یعنی هرچند علم داشته باشی و عمل نداشته باشی، تو مانند یک چارپای هستی که در بالاش کتاب بار کرده شده است. خب بر بالای چارپا اگر کتاب بار کنید، اون معنی اینه ندارد که سزاوار احترام باشد و او علم نمیفهمد اون کتاب ها را. بنابراین بعض عالمان رحمت الله علیهم علم را به درخت مانند کردند و عملش را به میوهش. گفتن که العلم من دون العبادة هبا لا يستقر فحرين أن يذهبا والعلم في التمثيل مثل الشجرة أما العبادة فمثل الثمرة. استاد بابای استاد ما شیخ محمد علی ابن عبدالودود الهاشمی رحمت الله علیه گفتن که علم بدون عبادت، علم بی عمل، لا يستقر، این علم قرار نمیگیره در جایش. یعنی فحرين أن يذهبا، این علم سزاوار است که نیست و نابود شود علمی بی عمل. والعلم فی التمثیل مثل الشجره، ابی اسحاق البیری علم را به شمشیر مانند کردن. در درس گذشته گفتیم شمشیری تیزی با قوتی هندی که در وقت زدن خطا نمی کند. و بابای استادمون به درخت مانند کردن، گفتن که والعلم فی التمثیل مثل الشجره،
اگر ما علم مثال بیاریم به یک چیز ضرب المثل زنیم به چیزهای حسی اگر مانند کنیم علم مانند درخت است اما العبادت فمثل الثمره عبادت یعنی عمل کردن به علم مانند میوه‌ش است و به همگان معلوم است که میوه به درخت نمیشد یعنی بدون علم عمل تصور کرده نمیشه او علم لازم است ولا خیر فی شجرة لا ثمرة فیها اون درختی که میوه ندارد اون درخت هم دیگر هیزم است در آن درخت دیگر خیر نیست تا همین قدر کفایه میکنیم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين